سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ریکو گیمر هستم. میخوام یه لیتس پلی خفن بریم از بازی فارکرای 4. قبل از اینکه شروع کنیم باید بهتون یادآوری کنم که سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش بزنید تا هر موقع که ویدیو براتون آپلود کردم ویدیو رو از دست ندید. برو بریم. بچه‌ها من باختم، بعدم باختم. الان دوباره داریم مرحله رو میریم و بریم ببینیم چی میشه. خدا کنه که در بریم زودتر، کسی هم نفهمه. اینا ببین دفعه پیش اینجا بوده، الان اینجا جا خوش کرده. الان من اینجا چی بگم؟ من چی دارم میگم؟ آقا من کاری ندارم، اگه ممکنه من همین بغل رد بشم میرم. بای بای. میگن آدم شانست بد باشه کلا شانسش بد میشه. الان این روبرویه من چیکار کنم؟ باید به کی اعتراض کنم؟ آقا کاری ندارم. دیروز و مردانه بکن. من رفتم اصلا برای من اهمیتم نداره. نبید منو دید. دفعه پیش خیلی خوب داشتم میرفتم. ترگدنه منو دید. شما مشغول باشین، من از همین بالا میرم. من میپوشت که کار ندارم اتون عزیزم. Oh shit. What the hell did those guys give me? برو نبین آقا ما رو نبین ما رو کسی نبینه ما رو اصلا اینجا. شما هم که اصلا من نگاه کنی در میدید. پس فعلا اینجا آرامش هست. یا خدا. حالا دفعه پیش اینجا خالی بوده، الان اینجا 10,000 پا و 100,000 پا اینا همه میره. من رفتم واقعا. پای سرت هم نگاه نکن میره. برو ماشین نداریم به چقدر شما یک ماشین نمیتونید سود بذاریم که من پیاده نرم؟ خدا ما الان دوباره منم رو کم زدن ظاهر میشه برای من. بیا من رفتم. اینجا رو رفتم. خب این آدم میمونه برگردنه چی؟ ببر بنگاله انسانه بابا. وای عمویی ببخشید. الان من چی دارم میگه؟ بذارم چیزی نداره. آها اینا جمع کنیم مایزه لازم میشه. خب توفنگ نمیشه گرفت. لحظه خیلی جالب میشد مثل وارزون کال آف دیوتی. اینجا رو که نمیشه با چاقو فایت کرد، ولی یه دونشون بزنیم تیرام نرم میشه. میترسم بمیریم بعد بدبخت شیم. ولش کن باد و باد. تا بیان پیدا کنن. پیدامون کردن یا خدا. میره دیگه طرف واقعا دست
پا میشه نلرزه. حالا من موسم زیاد با هم مچ نیستیم. چی میگی تو؟ تو سرکر نمیداری از زندگی داشته باشم. آها بیا. آها بازم جمع کردم یه 60 تیرم بسته من یه طمع نکنیم یه دفعه یه حیوان ظاهر میشه بدبخت میکنه. خب این واقعا یه ماشین گذاشتن اینقدر سختی ولی میخواستن از منظره دیدن کنیم دیگه ما ببینیم. خب چجوری بریم پایین تا همین برگام الان نبودید این که وای منو زدم قادر رو به پوی سری دارم نگاه نکنید. اون داره میاد. وای همه خزنده ها اینجا حالا جمع شدن. میدونستم من بخوام بیام. خدا کنه این خواب اپروتی این انسان هم تموم شه ما خیالمون راحت شه. مرحله بگذاریم. الان اینجا دوباره سر زاد آدم میدوزه میخوام ما رو بگذارم. بیا دوباره این توقار انصافت کجا رفتن من برم توقار دوباره من کجا. آخ دستان شو چی بودم ما رو فرستادن اینجا. We're only 30 seconds in, it gets much worse. Oh! I see my little concoction worked out for you. Our concoction? Ours, right. You drug me. بزنشون You accepted. اجازه بخواه یک کن یه دونه. Besides, now you have the recipe. Right, and you can glean the benefits of its effects anytime you want. Like a superpower. Exactly. دارم آسمانی میکنم طبق معمول یه اندایی که زدن ها. خنده رو نکن خنده رو نکن. خدا شکر ممنونم ازت. ما بریم ماشین نداریم یا ماشین دیگه ما از همه این درسه رو بگذاریم بریم یه منظره رو بکنیم. انصافا روی منظره خاطره چهار واقعا خیلی. خب بچه ها یه چیزی بهتون بگم میرسه اگه شیفت رو توی هنگام رانندگی بزنی خودش کنترل میشه. اینو خیلی دوست دارم موقعی که تنبلی میکنم این رانورش کنم. البته بگم این خود کنترل شدن مال یه بخشه اما داشته میرفته تو دره. نمیخوام آقا نمیخوام کنترل کنیم ما رو بدبخت نکنیم. خب این توی مپ بینو کنون درد سری دوباره باید بریم. به نظرم بریم اینجا بریم نزدیک‌تره همون که دیگه نیاز نیست خیلی بریم معطرم نمیشه. بیا
چرخامونه. نه واو، یعنی صبرم نکردیم ما رفتیم پریدیم وسط نگاهی، یه منظره، یه چیزی، یه چی بود؟ تیک تاک، نه چی بود؟ همون تاکتیکی. Nice. آها نکشم ما رو، ما الان ما 4 تا بیشتر نداریم. حالا چی میگید شما الان؟ تمام برو خونه همون. همین چیزی نداشت. خیلی ممنون. من نیکو گیمر هستم. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیو جدیدی که براتون میرسه ما دست ندید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.